شروع میکنیم به نام یاد خدا. یه جلسه دیگه را از فصل دوم کتاب برای غلبه بر افسردگی، تمرینات عملی برای غلبه بر افسردگی. فصل 4 تا بخش بود. تو بخش هایی که بررسی میکردیم، این بخش اول که خودش 5 فصل اول تموم کردیم، روش های اساسی برای برطرف کردن افسردگی بود. بعد فصل اول افسردگی زندگی شما نیست، و این فصل که آزمون های افسردگی و راهنمای عملی. میگه اشخاص گاهی وقتایی به زندگیشون دقیق میشن تا از جنبه های مثبت و منفی آن مطلع بشن. بعد سقراط یه مثالی میاره، میگه زندگی امتحان نشده ارزش نداره. در این راستا یه آزمونی را در افسردگی گفته که کافیست ما اندیشه، احساسات، رفتار و شرایطی که توش قرار میگیریم از نظر افسردگی بررسی بشه. بعد یه تقسیم بندی کرده، یه آزمونی که عبارتهای افسرده رو بیان کرده برای بررسی این 4 مورد. و بهش میگه خلق افسرده دارم که اینو باید از 1 تا 5 نمره بدیم. نمیتوانم اولویت هایم را رعایت کنم، اینم از 1 تا 5 نمره بهش میدیم. نمیتوانم تغییر کنم، پیگیری برایم دشوار است. دلایلی دارم که چرا نمیتوانم از این بهتر باشم. هرگز حالم بهتر نمیشود. اینها اون بررسی اون 4 تا حالتیه که افسرده میتونه داشته باشه. منفی فکر میکنم، زندگیم از بد به بدتر میرسد. در ظاهر ممکن اینا به ذهن افسرده نرسه، ولی وقتی سوال میکنن اون یه مقداری تعمق میکنه و میتونه این رو جواب بده. گرفتار اندیشه‌های منفی هستم، مرتب خودم را سرزنش میکنم، احساس درماندگی میکنم، بی ارزش هستم، آینده‌ام تاریک به نظر میرسد، احساس وحشتناکی دارم، اصلا نمیخوام زندگی کنم، گرفتار درد و تعلم و بیماری بی دلیل هستم، نمیدونم چمه، یه گرفتاری دارم من نمیدونم چه. احساس خستگی دارم، احساس میکنم عصبی یا گرفته هستم، یه حالتهای مختلفه. ناگهان هراس زده میشوم، دلهرای شدید، نمیتوانم از حوادث گذشته، ناگوار گذشته رها شوم. احساس خشم میکنم، مرتب احساس گناه و خجالت دارم، با آسانی ناراحت میشوم، به سادگی حواسم پرت میشود، برای رسیدن به آرامش سیگار میکشم، به اندازه کافی ورزش نمیکنم، مشکل اشتها دارم، کاری که لازم است انجام نمیدهم، روابط بدی دارم، میترسم دوباره افسرده شوم، احساس تنهایی میکنم، میترسم از اینکه احساس افسردگی بکنم افسرده میشم. این 35 تا سوال در مورد اینه که من بررسی کنم، یه چکاپی بکنم از اینکه اندیشه هام چیه، از 1 تا 5 که نمره داده میشه. حالت افسردگی که مثلا تو این 35 تا سوال من میتونم از 1 تا 10 نمره بدم، که 350 میشه بحران. گفتیم اگر افسردگی و هرچی که از این 350 فاصله داشته باشه، اون حالتیه که من میتونم یک حالت افسردگی خودم رو اینجا سریع بشناسم و ببینم. حالا این یه تفسیری داره این آزمون افسردگی. میگه حتی اگر هیچ اقدام اصلاحی انجام ندهی،
افسردگی شما احتمالاً خود به خود روزی تمام میشه، اما به صورت هیچ اقدامی صورت ندادن هم نمیشه. مثل این میمونه که شما یه زمستان سرد و پشت سر بگذارید ولی لباسی گرم نپوشید و از خانه خارج شد، درسته که تموم میشه. منم یه سری اقداماتی برای آشنایی با افسردگی لازمی که این کار را انجام. بعدش میگه که سال 11 اگر نمره 0 بدهی، سال 11 رو میخونم. سال 11 میگه احساس درماندگی میکنه. اگر که اصلا هیچ احساسی درماندگی نکنی نشانه مثبته. اون احساس درماندگی نباشه میشه یه نقطه مثبته. من این که شما به فاز یأس ناامیدی وارد نشد. بعد میگه که سال 15 که نمیخواهم زنده بمانم، نمیخواهم زندگی کنم، اینم جای تعمقه، چون فکر خودکشی به ذهنتون داره خطور میکنه و بهتره که سریعا اقدام کنید. اگر افسرده هستید و حال خوبی ندارید، اگر نوری را از دور دارید میبینید، فکر نکنید که اون نور امیده، بلکه یک مثل اینه که توی تونله هستید و یک قطار داره به سمت شما و همون یه نور میاد و اون میخواد شما رو زیر بگیرید، شما رو میخواد از بین ببرید. به هر حال یه سری فعالیت های درمانی باید برای افسردگی خودمون بکنیم و اون اینه که هدف های معنیداری را دنبال کنیم. در مورد اهداف میتونیم اهداف کوتاه مدت باشه، میتونه اهداف بلند مدت باشه. مثلا یکی از اهداف اینه که افسرده بره تو گروهی گروه گرایی، جمع گرایی بکنه. خب حالا این تو دراز مدت میتونه مثلا یه جایی رو بره، یه تیمی یا تمرین کنه که توی گروه قرار بگیره، توی مثلا گروه موسیقی یا هنر یا ورزش قرار بگیره، یا توی جمع اجتماعی. مثلا میشه مثلا یه صندوق قرض الحسنه خانوادگی یا جلساتی دور همیه خانوادگی، مثلا مهمونی قابلمه بهش میگن. این یه طرح فعالیت های معنی داریه که هدف های معنی داریه که میشه دنبال کرد. یا میخوایم از بی اشتهایی، بی خوابی و خستگی بیام بیرون. خب یه برنامه های هدف داری ورزشی برای خودم میگذارم که و خودم باید میکنم که از روز 5 دقیقه الی 45 دقیقه نهایت بتونم اون فعالیت مستمر داشته باشم. فعالیت های معنی دار باشه، یعنی معناش این جور باشه که من افسردگی متوقف بشه، اینا میتونم دنبال کنم. بعد قسمتی دوم میگه فعالیت های معنی دار، که یه فعالیت هایی که قبلا ازش لذت میبردم، حتی اگر امروز احساسی راحتی نکنم اون فعالیت ها رو مثلا رفتم مغازه رو باز میکنم، رفتم روزی به یه کتابی ها میخوندم، قبلا یه لذتی میبردم، شستم یه فیلمی ها میدیدم، نمیدونم یه سری به اقوام میزدم، یه فعالیتی که هدفدار باشه و مثبت باشه. ممکنه الان میلی تمایلی نداشته باشم، ولی میگه برخلاف میل برای خودمون فعالیت های معنی دارا برای توقف افسردگی انجام. میگه که چون افسرده احساساش به خوبی کار نمیکنه، در قسمت سوم بعد از هدف های معنی دار و فعالیت های معنی دار من میام از حواسم بیشتر استفاده میکنم، از احساساتم، از حواسم هر روزه بکنم، دقت میکنم، سعی میکنم که از حواس پنجم مثلا یه مطلبی میبینم میشنم سعی میکنم بنویسم، یعنی از حواسم بیشتر استفاده میکنم.
حواسه پنجگانه خودم رو بیشتر به کار برای چیزایی لذت بخش. مثلا میگه که یه نون عسلی میخورم، یه شیرین عسلی میخورم، لذتش رو، یه پارچه مخمل رو با دستای خودم لمس میکنم. اون حالت هایی که من بتونم از حواسم هم استفاده کنم خیلی مهمه. و دوم میگه مغز سمت راست خود را تشویق کنی. مغز سمت چپ ماله مسائل منطقی بود، مسائل استدلالی بود، برنامه ریزی بود، تحلیل و بررسی بود. ولی سمت راست ماله حواس عاطفی بود، احساسی بود. من دیدم یه سیب میخواستی که بخورد، یه چند دقیقه باش صحبت میکرد. چرا این کار رو میکنی؟ گفتا منم یه توجهی دارم، منم یه عاطفه، یه سلیقه‌ای دارم، به سلیقه خودم رفتار میکنم، سلیقه خودم رو دنبال میکنم. حالا تو رنگ ها میشه، حالا که جیغ و زننده نباشه، توی نواها میشه. یعنی سعی کنم از قسمت سمت راست استفاده کنم که قسمت احساسات، عواطف، مهربانی ها و سلیقه ها باشه. خب یه تمرین 4 قسمتی داده، نکات کلیدی رو گفته، 3 نکته مهم را که از این فصل شما دریافت کردی از صحبت ها اشاره کنید، اقدام عملی که برای خودتون گذاشته رعایت کنید، اونا رو به اجرا درارید و بعد نتیجهش در وجودتون ببینید. فصل 2 ما گفتیم که یه تمرین میذاریم رو 4 قسمت باشه. از این بحثی که صحبت شد 3 نتیجه میگیریم و اونش که مهمه برامون مهمه رو یادداشت میکنیم. مثلا بعضی نکته هدف براشون مهمه، بعضی نکته فعالیت براشون مهمه، نکتهش یادداشت میکنیم و اقدامات عملی که در این راستا انجام داده ما دنبال میکنیم، بعد به اجرا در میاریم اون اقدامات و نتایجش رو بررسی میکنیم. ببینیم حالا من که مثلا ورزش گذاشتم، یه موسیقی ها رفتم، یه رنگی مورد دلخواهم پوشیدم و اون گفت که مثلا یه ماشینی برند شما سوار بشی، حالا و موقت هم که باشه، تستوسترونی بدنه میره بالا، یه لباس تمیز که بپوشی. بعد ببینم چقدر من میتونم از اون لذت هایی که خودم رو محروم کردم تو چشمم، حتی همه حواسی پنجگانم محروم شد. این قسمت فصل 2 ما تمام میشه تا بریم برنامه برای غلبه بر افسردگی داشته باشیم.